جلال با توجه به این توییت آقای توماس وست نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، شما چطور پیدا کردین؟ آیا امریکا کنار آمدنی است با حکومت فعلی افغانستان یا نه؟ با همی تفکر، با همی نظریات، با همی قواره ها نه. اینا فکر میکنن ما عقل کلیم. عقل کل هم نیستن. 100% مستقل هستیم، مستقل هم نیستن. گپای کتک کتک زدن، مملکت تباه کردن، این رقم کارا خوبش نیست. حقیقت ما در داخل افغانستان هستیم برادر. من نمیفهمم در کدام قشله نظامی پاکستانی بوده. ما کل چیز به چشمایم دیدیم و گپی که میزنم به چشمایم دیدیم که در موتر میرفتن، از اون سو موتروان میرفت، اون نفرها گم میشدن. برادر درست حرف بزنیم. ما به چماق و به کشتن و به بستن و به نابود کردن به ترور کار نمیشه، به زورگویی. این مملکت تمام مردم افغانستان است. این مملکت یک قوم نیست، مملکت یک گروه نیست، مملکت یک صنف نیست، مملکت 4 نفر نیست. ما اول منافع ملی را نمیدانیم. منافع ملی چی است؟ ضدیت با اروپا، ضدیت با چین، ضدیت با ایران و پاکستان و هند و کشورهای عربی، این ضدیت با کل دنیا. این منافع ملی است. ما اول بدانیم که منافع ملی چی است. ما تعریف ناقص از منافع ملی داریم. چی است منافع ملی؟ منافع ملی منفعت تمام مردم افغانستان است که جنبه ملی دارد، جنبه منطقوی و بین المللی دارد. حمایت مردم، رضایت مردم، حمایت منطقه، رضایت منطقه، حمایت قدرت‌های بزرگ. خب آقای محمد گفتن اجازه بده او ربان ما قطعی دادما مرا مواجه نکو، مرا گپ خود ما گوش کو. بله بفرمایید. او دکتر تیب است، ما پروفسور حقوق علوم سیاسی هستم. او لنگی داره، سر ملوچ است. او همراه پاکستانی ها مبارزه کردم، ما علیه پاکستان هم مبارزه کردیم، علیه ایران هم، علیه امریکا هم، علیه روس هم. خواهش من از شما است که بار قطعی تو آدمای عجیب و غریب بسیار خودخواه نشانین که ما دیگه در این تلویزیون هم نمیایم و حراس هم ندارم و متاسف هستم از وضعی که در کابل و امیازیر وجود دارد. مردم نان خوندر خود ندارن. امنیت میفهمی امنیت چی است؟ مردم گپی خود زدن نمیتونن و از نظر قومی مردم تباستن و وقتی که در دیگه بخش ها میروند اصلا افهام و تفهیم بین یک آدمی که عریضه میکنه و یک رئیس، بین یک آدمی که مشکل داره و یک قاضی، بین یک آدمی که مشکل داره و یک والی و یک وزیر افهام و تفهیم ایجاد نمیشود. مردم در حال فرار هستند. اینا باید از خود انتقاد کنن و باید خود اصلاح کنن. زورگویی نکنن که مردم افغانستان زنده هستند. اشرف غنی اینا رو آورد در ارکشان، خیانت کرد به اساس روحیه قومی، به اساس روحیه پشتونوالی. اجازه بدین آقای جلال که آقای محمد نعیم هم در حد 30 ثانیه پاسخ تا نداشته باشین و برنامه رو تمام باید کنین. خواستم ما فکر کنم کسی که حرف میزنه در حالت نرمال باشه بهتر است. نفهمم که چی میگه، به خود دشمن میته یا به دیگران دشمن میته. تشکر از